یعنی وقتی شما فیلمو رو روشن کنی و برنامه گنگ آقای زیا رو ببینی یه جورایی بوی کون رو برمی‌داره. این یه حقیقته، یه فکت. آقا بریم بسم الله. بفهم. سلام به عشقیگلای دو جهان، به بی سر و ته ترین پادکست دو عالم خوش اومدید. آره اینجا رو چه خبره؟ خوش میگذره؟ عمو مهدی قربونت برم عشقیگل. خیلی جالبه که ما خیلی پررو اومدیم نشستیم جلوی دوربین، یه طوری هم در واقع رفتار میکنیم که انگار خیلی معروفیم و دیگه دارن ما رو میبینن و عشق میکنن، در صورتی که هیچ ما رو نمیشناسه. آره حاجی، منم همینو میگم، ولی میخواستیم توی فضای دیگه شروع کنیم بگیریم، ولی گفتیم یه سری مسائل الان داغه، مسائلی که نیازه که ما تا تنور داغه نونو بچسبونیم، در واقع مثل کفتارهایی که منتظر شکار بیجون خودشون میافتن. ما آفرین به هر حال یوتیوبریم، ما به کم تعریفمون قانع نیستیم. اصلا ایمپرشن اول میخوایم سریع بگیریم، حالا خوبه ویو صفر. ویو ببین اتفاقا فکر میکنی تو همیشه شکست نفسی کردی، پله پله بریم جلو. بله. اول از همه به این نتیجه میرسیم که دارم کسشر میگم، اینجاشو بفرات کن. خب عشقی گل، چی شد اصلا بی سر و ته؟ حاجی چنل قرار چرت و پرت باشه دیگه، خودت میدونی دیگه. یعنی داری پیشنهاد میدی که نبینن؟ ببین دیدن که ما خوشحال میشیم، ولی اگه ندیدن هم چیز خاصی از دست نداره. خیلی قشنگ گفتی، این خیلی مهمه. چکرت. و به عبارتی اگه به هر حال به عنوان دو تا متخصص بله دنبال کامنت های تخصصی و پروفشنال ما بله هستن، بهتره که نبینن، چون ما قراره کس شعر بگیم. 100% کس شعر خالص و کس شعرهایی که زاده ذهن‌های مریض یه سری حالا جمع، حالا فقط قرار نیست ما دو نفر باشیم آدمای خفن که نمیدونم خفنن یا نه، ولی خب در نوع خودشون خفنن. از اون نظری که ما انتخابشون کردیم، یعنی چرت و پرت و حرفای مزخرف و بی سر و ته بودن. خلاص آره یه سطحی دارن واسه خودشون، یعنی یه جورایی بی سر و ته ترین ها هستن. آفرین. عالی. چون اسم پادکست هم همینه، بی سر و ته. آفرین. عمو مهدی جان، شاید بپرسن حالا عشقیگل یعنی چی؟ عشقیگل که حاجی میخوای من بگم؟ شما فرما، سازنده شمایی. بزرگواری، خواهش میکنم، کوچیکیم، خاک پای. اجازه بده. خواهش میکنم، فقط دست پدرم. عمو مهدی از اونجایی که میدونی بله در واقع خب عشقیگل رو توضیح دادیم که معنی اسمش چیه، اینا نخوام زیاد کس شعر بگم. عشقیگل هیچ معنی نداره. چجوری میشه که انقدر بی‌معنی باشه ولی انقدر پرکاربرد باشه، اینقدر دلنشین؟ آفرین. حالا ببین این مشتق‌های مختلفی، بله مثلا عشقیگل، عشقیلر، عشقیگلز که یک جمعی از عشقیگل‌های دقیقاً، یا مشتیگلیپ، عشقیگلیپ. خیلی جالبه، معنی خاصی نداره. در واژه فکر می‌کنم آذری زبان‌های عزیز ترکا بدونن گل به معنی اومد یا بیا، یه همچین چیزیه، و گلیپ هم اون یکیشه. فکر کنم گل یعنی بیا. همه رو اشتباه بگی بریزن رو سر. کامنتو بگیریم، کامنت پوری بازی، گاتفولی بازی. تمام. خب اسمشو نیار. اسم خیلی ها رو نباید بیاریم، ولی میاریم. عشقی جون دل خودت میدونی، ولی دارم واسه مخاطبای عزیزمون میگم، واسه عشقیگلای تو خونه که ما قرار بود دیرتر شروع کنیم این پادکست رو و جای دیگه، ولی خیلی فوری شد و ما بدون فوت وقت با توجه به تشنه‌ایم واقعا به انتقام و با توجه به اتفاقایی که افتاده، از اونجایی که هر دوتامون خیلی رپ باز هستیم، آره والا، رپ و حرفه‌ای دنبال میکنیم، بپردازیم به این مسائلی که پیش اومده. حاجی مسئله که دیگه اصلا روشنه به نظرم. اصلا حق و باطلش کامل مشخصه به نظر من، آشغالاش مشخصن، خوباش هم مشخصن، ولی اینکه بخوایم اینو بازتر کنیم، خب من میگم که اول بیان بگیم که خودمون بیشتر با کدوم خواننده حال میکنیم، اولش یه سوگیری بکنیم توی این مجموعه، تو رپرها. آفرین. یعنی رپر مورد علاقه. حالا مورد علاقه تو که بگو، به نظر تو الان هات ترین آرتیست مارکت رپ کی در حال حاضر؟ رپ فارسی ویناک. ولی هیپاپولوژیست هم میتونم بگم، منتها ویناک امروز آهنگ داد. ویناک حاجی هیپاپولوژیست که همیشه اصلا از نسل 4 دیگه دستش بود، ولی الان به نظر من
اگه هیپولوژی مثلا اینجا باشه ویناک یه پله بالاتر. یه پله باز بالاتر. آره. ولی دوکی هم داره با کاردی 4 برمیگرده، یعنی اوضاع آره خیلی والا. خیلی اوضاع آره خیلی والا. خیلی اوضاع خیلی خیلی. از آره پشت صحنه والا. واسه دیگه کسایی که برای- نمیدونن دارن آره. حواس ما رو پرت میکنن. آقای مزاحمت. سیمبا هست که به نمیفته، به. ماهت هست که بعداً باهاش آشنا میشین. خب اما مهدی گل، جون. چیزی که میخواستم بهت بگم، بله. من خب هر دوتامون خیلی رپ رو دنبال میکنیم، ولی دلیل این که این همه هرس خوردیم و الان داریم این ویدیو رو میسازیم که امیدوارم غیر خودمون افراد دیگه هم ببیننش، انشالله. اینه که یک انگار ماجرایی بوده و یک برنامه ریزی قبلی، یه پلنی بوده که کار به اینجا بکشه. یعنی بله. وقتی کنار هم میذاری همه رو، یه ماه قبل یه سری رپر دستگیر شدن، حالا یه سری آزاد شدن، یه سری بعدش فرار کردن، یه سری پیجاشون بسته شد. حالا تی ام بوده، دوکی بوده، ویناک بوده، سجاد شاهی و خیلی های دیگه. یه خورده قبلترش ایسین رو گرفتن، یه سری افراد رو گرفتن. همزمان و موازی با این داستان سیناسایی اومد توی کارناوال اجرا کرد که حالا راجع به اون بعد مفصل صحبت میکنیم، چون یه خورده من و تو سر این قضیه اختلاف نظر داریم. من که حاجی واقعا سینوسایی جز و اصلا شروع کننده این قضیه میدونم در واقع. آره این قضیه متاسفانه آره. باید هم نظر هستم تا حدودی، حالا راجع به اون بعد مفصل صحبت میکنیم. ولی میخوام بگم این اتفاق افتاد. سیناسایی رفت تو کارناوال اجرا کرد، رپرها همون برها تقریبا شروع شد به پیج پریدنشون، دستگیر شدنشون، حالا فرار کردن یا هر چیزی. از اون طرف علیزیا شروع کرد تو اون برنامه بازی‌ها رپرها رو دعوت کردن. حالا اولی شایع خیلی اومدن، دورچی اومد، مهیار از خود لیبل شایع اومد، دیگه کیا رو آورد؟ دورچی آورد، شایع آورد، مهیار رو آورد، یه چند تا همینطوری. باورت میشه که قسمتش هم واقعا ندیدم. منم ندیدم. ببین فقط قسمت دورچی شد، چون دورچی واقعا من خوشم میاد. حال آره. سبک موسیقی باحاله، موسیقیش باحاله. آره موسیقیش باحاله. آره. موسیقیش باحاله. ولی اینکه آوردش اونو یه خورده دیدم، اونم که دیگه دنبال زن و بچه بود تو اون قسمت، دیگه اصلا کسخل شده. دورچی دیگه کسخل من شده. ندیدم، شاید باورت نشه. مثلا تا هفته قبلش کروم هارت مینداخت، این سری اومده بود عقیق انداخته بود. خیلی عجیبه. بعد این اتفاق که به همینجا ختمه به خیرم در واقع نشد، یهو شایعه اومد گفتش که آقا ما شایعه شد که مثلا مجوز داره میگیره و فلان و اینا. گفتش که نه، ما اگه نتونیم بدون سانسور حرفی که خودمون میخوایم و اجرا بکنیم ترجیح میدیم مثلا اجرا نکنیم، رپ باید همونطوری که هست آزادانه باشه. اومد یه دونه کنسرت یا لایو یوتیوبی گذاشت و خلاصه یه سری اسپانسر و اینا هم داشت، اجرا کرد. منم اون لحظه خوشحال شدم که به تو پیام دادم، تو گفتی که چه فایده تو برنامه گلیاپوش تو تیزرش بوده. آره. حالا اینا هم گذشت همه، باز به اینجا هم ختم نشد داستان. متاسفانه. آره یعنی بدترین وقتش این بود که من امروز صبح پا شدم، امروز جمعه است، اینم به عشق طرفدارم. آره والا. آره درسته. امروز جمعه، این خشمم بود، خالی کردم یه جورایی که از فاصله بگیرم. عشقی امروز جمعه از خواب پا شدم، دیدم علیرضا جی جی تو برنامه، یعنی این شکلی شدم که جی جی چرا باید بره توی برنامه فاکینگ گنگ؟ اسم برنامه گنگه، از تو فیلمو پخش میشه، بعد جی جی توشه. اسم برنامه گنگه ولی خب جمع کنیاست. واقعا جمع کنیاست، یعنی بوی کون میاد از اون برنامه. یعنی وقتی شما فیلمو رو روشن کنی و برنامه گنگ آقای زیا رو ببینی، یه جورایی بوی کون خونه رو برمی‌داره. این یه حقیقته، یه فکت. ولی متاسفانه چی شد کار به اینجا کشید؟ میگم انگار یه برنامه ریزی بود و خیلی من ناراحت شدم. عشقیگر بیای خیلی زر زدم از تو بپرسم که بفرما، چون من آدم پر حرفیم، یعنی اگه جلومو نگیری من حرف میزنم. برنامه خوبه، فرات بشم خاک پات. ما درس یاد میگیریم. عشقیگلی به مولا. آره بذار اینا رو میذاریم بعد برنامه که بابا دستبوسیتون. آره والا. عشقیگل تو به من این، تو هم شوت کن، تو به من بگو که به عشق بچه‌ها. آره والا. عشقیگل تو از همین بیشتر از کی ناراحت شدی که رفت تو اون برنامه شت؟ تو اون برنامه شت من که میدونم تو بیشتر از همه رو کی ناراحت شدی و میدونم، با اینکه بهم نگفتی. یانگ سادن خیلی قشنگ گفتی، درست هم گفتی. من از یانگ سادن و خلوت به یه اندازه ناراحت شدم. حاجی خلوت که مشخص بود. واقعا میگی؟ آره معلوم بود اصلا.
خلوت اصلا از یه جایی به بعد کریر موسیقیش نابود شد. جدی میگم. آره اصلا وجود نداره، اصلا جز رپرها حسابش نمیکنه. یعنی اول خلوت بود، بعد اصلا دیگه محو شد، گم شد. ببین خلوت بود، خلوت‌تر شد. خلوت‌تر شد. آره والا. یعنی دیگه سگ پر نمیزنه. فید شد. اصلا فید بود، حالا مثلا دو سه تا آهنگ به زبون بچه‌ها. آره والا. نسل زد. نسل زدیه. ولی دورچی دیگه، دورچی من کلا حال می‌کردم دیگه، استایل موسیقیشو آره چون تو نیو اسکول بازی. خیلی دوست داشتم ولی رید دیگه. خیلی روک بخوام بگم رید. ولی اجازه بده که آقای شایع 55,000مین معذرت خواهی تو دیگه اجازه بده که قبول نکنی. شایع میره، کار شایع توی مدت چیه؟ میره یه گویی میخوره. ناراحت نشه از دستمون، میبینه برنامه رو. دیدنو که میبینه ولی بذار ناراحت شه، بذار به خودش بگیره. بذار ناراحت چی کن لبش. ولی اینکه میگم میره یه غلطیو میکنه، بعدش میاد چیکار میکنه؟ شرمنده، من نمیدونستم، من غلط کردم. حالا باز این سری خوبه، یه کاری انجام داد، بعد من معذرت خواهی کرد. سری قشنگ یادمه قبل اینکه اصلا مثلا 2 سال پیش 3 سال پیش اومد گفت بهت مثلا جوونا رو نابود میکنه، بهت نزنید، از این داستانا. دقیقاً این حرفو زد. یک هفته بعدش یه موزیک ویدیو داد که اسپانسرش سایت بت بود و بعد دوباره من معذرت خواهی کرد. اصلا سلطان معذرت خواهی کسیر و نامنظم مرز شایع است و به نظر من تنها نقطه عطف کل کریر این بشر آلبوم کرمشه. آره و بعدش یه سری چرت و پرت به تمام معنی. یعنی یه جورایی ریدی به کریر شایع. ولی یه درس یه درس بزرگی به من داد امروز. گفتش که به بچه‌ها دراگای جدید رو یاد ندید، دراگای قدیمی رو بزنید، اول اسکول بازی کنید. خیلی قشنگ گفت، خیلی قشنگ. این حرف تو من ازت پشت دستت بازی می‌کنم. عمو شایع ولی ریدی کلا. مسئله که هستش عمو مهدی اینه که من شایع حالا میدونی که امروز هم پست گذاشت، استوری گذاشت، چیکار کرد؟ بعدش پاک کرد دوباره معذرت خواهی جدیدش رو شب آنفالوشو کرد و پاک کرد متاسفانه. حالا بحث اینه که عمو شایع یه طرف، دورچی، هر کدومشون رو که نگاه میکنی من یانگسادن رو تو اینا خیلی حال میکنم، استایلش رو دوست دارم تو رپ کردن و همشون ریدن دیگه و چه حالا خواسته ریده باشن چه ناخواسته. یعنی ناخواسته از این نظر که فکر کنن که آقا بقیه رپ. من به اینم حتی فکر کردم چون من کلا آدم خوشبینیم، گفتم که آقا شاید مثلا گول خوردن. ولی بحث اینه که وقتی تو اصلا در اون جایگاه هستی، همچین آرتیستی هستی که این همه به هر حال مخاطب داری، دوستت دارن و فن داری، باید حواست به تک تک حرکاتت باشه. و وقتی که کلا رپ یه موسیقی حالا تو ذات خودش اعتراضیه، نه اینکه همه آهنگا اعتراضی هن، ولی تو ذات خودش یه موسیقی یاغیه، یه موزیک اصلا فرهنگ هیپ هاپ کلا کالچرش یاغی، سرکش، ضد سیستمه. و اینکه شما بری مثلا یه همچین کاری کنی، بری توی سیستمی وارد شی که کلا نباید وارد شی، طبیعیه که همه مردم حالشون گرفته میشه. آقا کونه لغ این کومبوها. یه چیزی من قبل اینکه بریم از این بحث بیرون من بهت بگم. حتما. گفتی که با کمال میل من مخلصم، اجازه بده فقط دست پدرم. آقا اینکه امروز حالا شاهین نجفی من کلا حال نمی‌کنم، ولی اینکه یه شاهین باز نیستی؟ نه شاهین باز اونقدر نیستم، ولی امروز یه حرفی بزد خیلی باحال بود. عشق کردی. گفتی این حرکت حالا این سیستمه میخواست که انجام داد روی راک. خب راک این کارو کردش، یه سری‌ها که ضعیف‌تر بودن، یعنی لولشون تو موسیقی راک پایین‌تر بود، قبول کردن، وارد این سیستمه شدن، حالا یه خورده رشد کردن. اونایی که بزرگ شدن که اصلا دیگه هیچ بزرگتر بودن، چون مهلوک صحبت کرد حواسم پرت شد. حالا واسه اونایی که نمیدونن مهلوک کیه، اتفاقا اسمش هم قرار شده نیاریم. مهلوک آخه اسم واقعیش نیست، ولی همون هم حتی نمیگیم، اسمشو نیار بگو، اسمشو نیار. حالا یک شخصیت عجیبیه و خیالی هم نیست، واقعیه. ان شاءالله باهاش آشنا بشید. اینایی که عمو شاهین گفت در مورد راک تو آمریکا، یعنی نه ایران راک ایران. مثال میزنی؟ کاوافا The Ways بود شالون که The Ways خوشحال شدم. آره عشق میکنم. اصلا اینطوری باید باشه. آره اونو میگه ببین رو اون جواب دادش این قضیه، خب ولی رو رپ جواب نمیده، چون همین که حرفی که زدی اصلا سیستم رپ یه چیز دیگه است، فرق داره، اصلا نمیطلبه این قضیه رو که بخوام اینا بیان
این حرکت رو بزنن دو دسته بکنن، چون اصل رپ یه چیز دیگه است دیگه. خب فرق داره با راک. راک قابل این قضیه پیاده شدن بودش، ولی رپ رو نمیتونن، چون همه جوره دیگه همه میفهمن که اون رپ دیگه نیستش، این کارو دارن میکنن. آره اینو قبول دارم. ببین حتی راک هم اعتراضی هست به خودش، یعنی 100%. ولی کلا بحثش فرق میکنه با رپ، یک داستان دیگه داره. ولی اونجا آخه اصلا اون شرایط زمانی هم تازه تو در نظر بگیری با الان این قضیه ها که اینقدر میگم همه چی انگار پلنینگ و برنامه‌ریزی شده بوده که این اتفاقایی میگم با سینا سایی، بازی‌ها، دستگیری رپرها، فرار کردن مثلا دوکی، ویناک فلان، بعد این ورش یهو این برنامه گنگ بیاد، یعنی این همه برنامه‌ریزی و اینکه رپر خودش رو یا هر آرتیستی ابزار سیستم بکنه، این واقعا خیلی کثیفه، خیلی چرت و پرته. خب خیلی بیش از حد به این تاپاله ها پرداختیم، زیاد بود واسش و اینا همشون به نظر من واسه من تموم شدن. آره. و حالا چه دانسته نادانسته رفتن تو این برنامه ریدن. بله. چون قبل اینکه از این بحث کامل بیایم بیرون، راجع به سینا سایی میگم چون نشده بود با هم صحبت کنیم. بفهم. اینجا ولی موقعیت خوبیه. من اول دیدم به سینا سایی مدلی بود که یه حالت تئاتر فرم و اجرا و نمایش داره که یه حالت مثلا تئاتر موزیکاله که مثلا توی جاهای دیگه هم احتمالاً حالا تو بیشتر رپ آمریکایی رو دنبال میکنی، شاید یه همچین چیزایی، همچین اجراهایی باشه. حالا نمیدونم کانیا وست، هر جی کول، یا احساس میکنم شاید اینا یه همچین کارایی کرده باشن. اینجوری حالا تئاتر هم نباشه، حداقل فیلم سینمایی بازی میکنه مثلا. آره فیلم، آره. ولی اونجا بله اینو حالا همینجا تا اینجا برسونیم که به نظر من شایع این کاری که اجرا کرد صرفاً این نبود که رپ مثلا بیاد توی کارناوال فیلم نت فکر کنم اجرا کنه و اینا. سینا سایی این کاری که کرد در واقع به نظر من یک شکل دیگه از هنر بود، ترکیبش بود با نمایش، یه حالت تئاتر موزیکال رپی بود که خیلی اینش واسه من نو بود، باحال بود، موضوعی که انتخاب کرده خلاقانه بود و من قبل اینکه این پازل رو کنار هم قرار بدم اینو چیز بدی نمیدیدم که اینجا من با تو و همونی که قرار اسمشو نریم مخالف بودیم. یعنی من و مهد میگفتیم که چون اجراش هم همه رو دیدیم خیلی حال کردیم و گفتیم آقا ممکنه هر جای دنیا این اتفاق بیفته که رپر بره یه اجرای مثلا نمایشی و همچین مدلی داشته باشه و این در راستای خایمالی و اینا هم نبوده. یعنی این چیزی بوده که یه موضوع جالبی داشته، هدف جالبی داشته، داستان قشنگی داشته. ولی وقتی الان همه اینا واسه هم گرد هم اومدن، چیده شد کل قطعات پازل، اینجا الان میبینم که اینم برنامه‌ریزی شده بوده، تو راستای همون بوده و خواسته یا ناخواسته سینا سایی ابزار سیستم کرده خودشو و اینجا منو ناراحت کرد. یعنی شاید اگه 2 سال پیش سینا سایی همچین کاری میکرد باز من با شما اختلاف نظر داشتم، میگفتم که نه آقا این حرکتش به معنی خایمالی نبوده، به معنی پاچه خاری سیستم و اینا نبود. ولی الان یه خورده نظرم برگشته. 2 سال پیش هم اگه این حرف مثلا می‌خواستیم دربارش صحبت کنیم فرصت نشده بود مثلا دربارش حرف بزنیم و اینا، میتونستم قانعت کنم سر همین قضیه. ببین کلا هنر توی این مملکت انحصار سیستم. خب یعنی تو نمیتونی بدون نظر سیستم کاری انجام بدی، در صورتی که مثلا توی آمریکا و اینجور جا رپرای اونوری فرق میکنه، زیر نظر شرکت‌های پخش کننده، ناشرای مثلا حالا یونیورسال، چیزهای دیگه است. خب یعنی سیستم اونقدر روش تأثیری نداره. خب و سیستم اونا رو همونطوری قبول میکنه. قبول میکنه. مثلا آیس کیوب میاد تو فیلم بازی میکنه، نقش همون گنگستر رو داره. اصلا یارو امینم میاد چه میدونم بعد دقیقاً داغ‌ترین قسمت مثلا ریاست جمهوری آمریکا که ترامپ رئیس جمهور شده میاد دیسش میکنه قشنگ. نمیدونم دیدی موزیک ویدیوش نه؟ آره بوش رو دیس کرد، آهنگ مش دیس بوش بود دیگه. میدونی اینجا ولی فرق داره. یعنی تو اگه بیای یک درس بتونی تئاتر رو اجرا کنی یا تو مثلا برنامه رامبو جوان بری 100% باید یه ارتباطی داشته باشی و یعنی نمیتونی اصلا وارد این قضیه بشی. این میشه بحث همون آفرین تبعیضه که میذارن و معلومه هدفمنده. دقیقاً. خب پس یک کنه لغشون یه بریک بگیریم که به کسی که قرار اسمشو نریم بگیم خواهشاً حواس ما رو پرت نکنه، یه سیج بزنیم بیایم برینیم به سر تا پای دو عالم. آره والله عشقی گل اینجا مثلا یه وله پخشه. آفرین. آره والله ویدیو تبلیغاتی اسپانسر نداریم ولی میخوایم جای قیاسی رو بگیریم دیگه. تمام حاجی. ولی عشقی دلم هم واسش میسوزه. از صفر شروع کرد به اینجا رسید. حاجی جاشو گرفتی. یعنی گرفته شده بدونم. تو جیبات. حل چشات. آقا قیاسی بیکار شدی. خب برگردیم به بحث با عشقی گلای توی خونه و به قول عمو خلصه توی خونه بیرون خونه و فلان و بسار. عشقی گل از بحث کومبویا بیایم بیرون، اونا رو ولش کن. اونا رو ولش کن. خب یه بحث جالبی داشتم باهات. خب خیلی یهویی و سریع شد و اومدی پیش من و گفتیم که آقا درست کنیم و عکس نداشتیم.
عکس خودمون رو دادیم به چت جی پی تی. چت ببین اسلیومون اسلیو من. نه اسلیو من هم هست، چت جی پی تی من هم برده است. برده منه. ولی نوع برده هامون با هم متفاوت. میتونیم اینو تو یوتیوب بگیم؟ فکر نمی‌کنم. فکر نکنه. خب نه واقعا واقعا درش تحقیق می‌کنم. حالا کارگر حقوق خوبی بهش خدنگمونه. میده. آفرین. خدنگمونه. حقوق خوبی بهش آره میده. برده با حقوق بالا آره. یا خب. خدنگ به عبارت. عکسمو دادم به خدنگم و گفتم که عشقی گل این عکس رو خلاصه کاریکاتور مشتیگل ازش بکش آره بیرون. والا. اون کاریکاتوره که خودت میدونی عکسش رو این پایین میذاره عمو مهدی واسهتون. خب خیلی باحال شد. یعنی در عین تخمی بودن استفاده بشم. ببین یاد منه جوپشی توی فیلم گودفلاس فلاس به نظرم آره یه سبک ایتالیایی داشت. پیراهن ایتالیا هم پوشیدم، گردنبند ریز و اینا، خیلی جالب بود. بود. اینی که الان تو ساختی خیلی باحال شد، دوتایمون توش هستیم. منتها من یه پیر خرفت افتادم. یعنی نه بابا بزرگواری خواهش می‌کنم. شکست نفسی میکنم. پیر بودن و حالا پیر که نیستی ولی خب دلم جوونه. اندوخته های بزرگی در زندگی کسب کردی که ما ازش استفاده میکنیم، بچه‌ها استفاده کنیم. امیدوارم یعنی راهکاری بشه واسه نسل جدید، مخصوصا نسل زد. دیگه راه نشون بده دیگه، راه باید نشون بده دیگه. ببین میخوام هیت نسل زد رو بگیریم. ببین نسل زد ما رو دوست دارم ولی ته دلشون فکر نمی‌کنم. فکر نکنم. خب عشق آره راجع به این کاریکاتوره میخواستم بهت بگم که من اونقدر پیر نیستم، خودتون میبینید اونجا موهام خیلی سفید افتاد. و یه بحث دیگه راجع به اسمش که گفتیم، بی سر و ته دیگه. بی سر و ته میبینید دیگه، بی سر و ته، واقعا بی سر و ته. ساعت 1:48 بامداده و من از فردا 48 ساعت مداوم کار دارم و الان شروع کردیم که یعنی عشق و حالو برپا کردیم و گفتیم آقا اپیزود ویژه، اپیزود اول برینیم به اونایی که باید بهشون ریده شه. آفرین خیلی قشنگ گفتی، واقعا عشق کردم. استاد این کاری دیگه، شاگردتم. بزرگ مایی. من چاکرم. غمتو نبینم. عشقی گل تو میخوای راجع به چی صحبت کنی؟ من اول میخواستم که درباره اسپانسر این قسمت صحبت کنم. بنازم کل لباسام همین شده خیلی دوستش دارم. نوتویر کلا البته بیادبیه، جسارت خاک پاتین. فکر کنم ناتویره ولی ناتور اگه بخوام خیلی گوخوری بگم، ولی همون نوت. من زبانم ضعیفه. دستتو ببینم. دستتو اجازه بده فقط آره ناتور یاد آره ببین میگم یاد بگیرید در محضر استادم اینو میگم. خوب کاری میکنی. حالا پولی به ما ندادن ولی خب خواستم نشون بدم اینم که ساعتم از اول در تلاشم که بکنم تو چشم ملت 2 کاسه ضد آب آره دیگه. والا هدیه عمو صدرا و مهندسه قربونت برم عشقی. آره عمو مهد. عشقی عرضم به حضور گلت که یه موضوع خیلی جالبی که دوست داشتم همیشه صحبت کنیم. خیلی موضوع هست که حالا میگیم آقای نادیو تو تصویر میبینید، یکی از 3 تا پسر بنده که آقای روریو نمیبینن. نشون دادیم. من یک بار دیگه افتخاری پسر بزرگم میارم که خیلی دوست نداره بمونه و جفتشون با از فیم دوره و اینکه دقت کنید چه خروج سینمایی داشت. در این حال که دوره ولی دوربینا رو جذب خودش میکنه. پسر ندارد نشان از پدر. بنازم. آره واقعا ادیبه. پسر کو ندارد نشان از پدر. آقا بنازم. چکرم. خب آره عمو مهدی چی کسچری داشتم میگفتم؟ چرت و پرت دیگه. هدفم همینه. هدفم غیر از این نیست. شما که اینقدر بیکارید که دارید این چرت و پرت رو میبینید، واقعا این چرت و پرت رو میبینید، یه تقریبا 10 دقیقه یه ربع دیگه این چرت و پرت رو میبینید. بنابراین بریم سراغ ادامه داستان. عشقی گل تو هم بگو که ناتور باز شدی پس. آره والا. یعنی حمایت میکنی از کالای داخلی؟ من کلا لباس ترجیح میدم که یه لباس ایرانی بپوشم. خدایی راست میگی. آره جای اینکه حالا مثلا استوک بپوشم یا اینجور چیزا ترجیح میدم که لباس ایرانی بگیرم بپوشم. خدایی تو لباس قویم. من اینو قبول دارم. آره ما قدرتمندیم. یعنی تو یه چیزم اگه قوی باشیم غیر کشتی لباسه. دیگه حالا ببین تو لباس کشتی چقدر قویه. چه جمله‌ای گفتی؟ عشقی گل اینو تابلو بکنیم. تابلو بکن اینجا که نه اونجا میزنیم. آره والا. خب عشقی بریم سراغ بحث بعدی. بریم. پس لباس ایرانی رو عشق کردی و پوشیدی زدی و خلاصه ناتور و اینا. آره والا.
بریم تا وقتی که بحث حالا عمو کومبوها رو کردیم، رپرهای خایمال رو کردیم، بریم تا وقتی که تنور بحث رپ داغه، بهم بگو رپرهای مورد علاقت رو. قبلش اینو بگم واسه عشقیگلای مشتیلر خودم، عمو مهدی نیو اسکول بازه، اولد اسکول هم دوست داره ولی نیو اسکول باز هم هست. رپر خار و مادر، یعنی عشق رپه و شاگردتی بزرگواری استاد و هم رپ فارسی رو خیلی دنبال میکنه، چه آندرگراند، اونایی که فقط تو ساوند کلاد میتونی پیدا کنی. آره والا چه مین استریم، هم رپ آمریکا. آجیتون عمو صدرا هم بیشتر رپ فارس باز و اولد اسکول بازه، ولی منم رپو خیلی دوست دارم و پیگیرش هستم. حالا با این پیش زمینه واسه عشقیگلای مشتیلر خودمون بگو که رپرهای مورد علاقت. حاجی این قسمت رو میکنیم اصلا رپرهای ایرانی فعلا قشنگه. اپیزود رپرهای ایرانی اونجا آتیشی بزنه دیوونه بازی. حالا بعدا موضوع زیاده صحبت کنیم، خیلی صبح صحبت کنیم. ببین ما اصلا اومدیم که راجع به هر موضوعی به عنوان دو تا آدمی که هیچ تخصصی ندارن، غیر کارشناسانه ترین حرفای ممکنه بزنیم به عنوان یک ایرانی. چون که ما به هر حال ایرانی هستیم و تو همه زمینه‌ها کارشناس. تموم شده. این دیگه ویژگیمونه که تو ژنمونه. آره این رپر مورد، اصلا کلا رپرهای مورد علاقه من اون اصلیا که تاپ 5 تو بگو. تاپ 5 ببین ملتفت کلا همیشه واسه من که یه لول بوده بالاتر، یعنی ملتفت فنی. ملتفت رو همیشه عاشقش بودم. اگه بخوام بگم نمیتونید مثل میمه ملتفت شید. آره والا حاجی فدایی خیلی دوست دارم، کلا فدایی عشق میکنم، ولی ملتفت میخوام بگم یه نفرشون رو انتخاب کنم، قاف از همه بیشتر دوست دارم، با اینکه الان نیست و دوست دارم باشه. خیلی خوبه حاجی قاف طرفدار خودشو داشت. همینجا استوب بزنم تو پرانتز. پس تو الان از 5 تا یکی شد قاف، یکی شد فدایی. بذار یکیشونو بذارم. قافو میذارم. قافو میذاری؟ پشمام. من فکر میکردم فدایی رو بذاری. قافو میذارم چون خیلی پرکارتره. آره پرکارتر هست، ولی قاف اصلا این چیزیو که وارد رپ کرده تو هیچ کدوم از رپرهای دیگه به نظر من نیستش. اولا که رپ فارسی کرده، قشنگ ایرانیزه است. خب آلبوم زیر و برم زیر زمینش همش باحاله. قافو میذارم. فدایی که اصلا بحثش شده است، عشق من. خب بعدش بخوام برم سراغ یه گزینه بعدی خورده جدیدتر بخوام بهتون بگم، سخته، خیلی سخته. عشقی تخمته. میدونم الان داری فکر میکنی من میترسم ناراحت شه، اسم بگم آره ناراحت شه فلان، اینو بگو بعد 10 بار دیگه این سوالو من ازت میپرسم. ببین من یه قسمت در میون ازت 5 تا رپر مورد علاقت میپرسم. تو فقط بگو. بذار نسلی بگم. نسل 1 من قافو برداشتم. نسل 2 چند تا رپر من میگی؟ واقعا رسته 2 نمیدونم کدوم رپرا میشه. سورنا اینا اصلا سورنا این مدت خیلی دوست داشتم، الان واقعا سردرد میگیرم انگاشو گوش کنم. بعد پرانتز اینم بگم چیه؟ دقت کردی نسل 1 و 4 خیلی مشخصه کیان، ولی 2 و 3 رو همیشه میمونی توشون. بگو عشقی بگو. بذار بگم داریوش خیلی دوست دارم. داریوش تبهکار اونم تو ملتفت بوده ولی دوست دارم. کلا حال میکنم اصلا ویو جدیدی وارد این رپ. آره خدایی. آره دیگه داریوش جدیدتر هیپوپولوژیست رو خیلی دوست دارم. عشق میکنم. دوکی منم خیلی دوست دارم. تو 5 تا منم خیلی خوبه دوکی خیلی خوبه. دوکی واقعا هات. دیگه چند تا شد؟ 3 تا شد. دیگه بذار یه ذره جدیدتر بگم. میدونم اگه این اتفاقا نمیافتاد دورچی توشون بود. دورچی 100% توش بود. 100% توش بود. اگه این اتفاق نمیافتاد ریدی. عمو دورچی ریدی. اسم موزیکش چیه؟ نمیدونم. هر خری که هستی ریدی. آره والا. آره دورچی بود ولی الان واقعا نیست. حاجی جدیدن مرسادو من خیلی دوست دارم. مرسادو خیلی دوست دارم. ببین اصلا یه چیز اونم فرق داره. میدونی چرا؟ مینیمال رپش. میدونی؟ ساده است. آفر خیلی ساده. ببین حرفای شاید جالبی میزنه ولی جمله بندی ها ساده. آره. مثلا آهنگسازی ساده است، یه چیز مینیمال جمع جور تکسا ساده، یعنی تو گوشت میشینه. یا آهنگشو بخوای بگی کدوم میگی که بعد تو ادیت هم یه تیکشو بیاری دیوونه بازی. آره والا آهنگ بال زیاد داره این آهنگ. این میگفتش روی نمیدونم اگه برسم 27 خودکشی میکنم مثل کوبه. من
من یادم نیست اصلا. چی بود اسمش؟ آهنگای مرصاد رو خیلی کم شنیدم. اینو یادت اومد تو ادیت میذارم براتون. آره والا. مرصاد حال میکنم الان، حافظم یاری نمیکنه. پس تو 50 مرصادم مرصادم هست. میذارم الان، خیلی گوش میدم. یکی دیگه هم بخوام انتخاب کنم، کوروش وانتون 100 هستش. رپر قویه، خیلی خوب، خیلی با استعداده، واقعا با استعداده، همه جوره هم میخونه. حمایت میکنی یعنی ازش؟ وانتونز رو دوست، کوروش رو خیلی دوست دارم. آره والا، کوروش رو حال میکنم. پس 50 شد. غافلی چقدر طول دادم. خیلی. داریوش یعنی یه قسمت جدا میتونستم از این سوالم ازت در بیاریم. کاش که هماهنگی کردی. اشکال نداره عشقی. اینا رو بعد تو ادیت چیز خنده‌هامون رو بذار، بقیه‌شو حذف کن کلا. اول تا آخر ویدیو داریم میخندیم. غافلی، داریوش، هیپاپولوژیست، مرصاد، کوروش وانتونز. این 5 تا عمو مهدی. عشقی من اگه بخوام 5 تا بگم، با اختلاف اولی خودت میدونی 100%. کینگ رضا پیشرو. آره والا، واجی پیشرو هم خیلی دوست دارم. میدونم پیشرو بازی. آره ولی گفتم نسل یکی انتخاب کنم. خب آره دیگه، تو خب بیشتر ملتفت بازی با اختلاف، بنابراین قافو انتخاب. آره خب من بخوام یکی بگم پیشرو رو میگم. دومین چون تو رپ کردن باش حال میکنم، ولی حیف که خیلی دامبولی کسکی شده جدیدن، ولی کلا آلبوم اولش رو خیلی دوست داشتم و اگه بخواد رپر باحالی باهوشه، لفظای باحالی میاره، خلسه است. خلسه باحال، آهنگاش واسم راحت آره، گوش کردنش. مثلا حالا گل من و یه سری آهنگاشو کسی. آره کس شعره، ولی کلی دوستش دارم. خب پیشرو، خلسه. دیگه بخوام بهت یکی دیگه بگم، خودم گیر کردم تو حتما هیپاپولوژیست، دکتر رپ فارسی. دوکی خیلی قویه، عشقیه. دیگه بخوام بهت 2 تا دیگه هم بگم که خیلی عشق میکنم، من آندرگراندارم خیلی دوست دارم. رپرهای آندرگراند رو خیلی دوست دارم. کی مثلا یکیش که با دوکی هم بده. اگه گفتی کی اسمشو یادم. مطمئن بودم این اگه گفتی کیو کی گفتی برای اینه که یادت نمیاد. 100 به شناختی ازت داشتم. آره مطمئن بودم سر همین گفتی. اسمش یادم رفت، ولی خیلی با آهنگاش حال میکنم. اینطوری الان دارم تحقیرش میکنم بیشتر که اسمش یادم نیست، ولی خیلی باحال میکنم. بیشتر داره بهش ضربه میزنه. پس من تا اسم اونو برم نگاه کنم بهت بگم. از تشکل NWA. آره والا. نه NWA که برای آمریکا ایزی و اینا بودن. آره اسم تشکلش هم یادم رفت، ولی یکی دیگه بخوام بهت بگم، بامدادم خیلی عشق میکنم. فرزاد قدیمی جدید به معرفی کردی. فرزاد خیلی عشق کردم، خیلی خوبه. هم صداش باحال بود، واقعا خفنه. موضوع آهنگاش باحال بود، خیلی خوب میخوند. همه آهنگاشو گوش کردم، با همه حال کردم. همایون ولش کن. این واسه من خیلی مهمه که وقتی بخوام رپر مورد علاقه‌ام یا آرتیست مورد علاقه‌ام هر کیو بگم، کسی باشه که تو بیشتر کاراش باهاش حال کرده باشم. خب مثلا من خیلی رپرها رو حال میکنم، فدایی هم مثلا خیلی عشق میکنم، سورنا رو خوشم میاد، با خیلی حال میکنم، ولی یه رپری که 90% حداقل آهنگاشو دوست داشته باشم، باش عشق کرده باشم، توی تاپ 5 هم میاد. مثلا پیشرو 100 اینطوریه، هیپاپولوژیست هست، اینایی که بهت گفتم، خلسه اون کسچراشو بذاری کنار بقیه‌اش هست. یکی هم که شد فرزاد قدیمی، اگه گوش نکردین برین گوش کنین، یه آلبوم داره خوب. خیلی خفنه، توش همایون هست، تو این آلبومه همایون ولش کن. آلبومش باگه، خیلی خورده دیپ و غمگینه ولی باحال. خیلی خفنه. اون یکی رو برم نگاه کنم از تو گوشیم بیام. آره والله. خب آقا چون اسمشو الان پیدا نکردم و حتی پیدا هم نکردی، مرسی. ببین تو ساوند کلاد دارمش، ولی وی پی ان ریده، اینترنت ریده. خب اوکی. آره چون اسمشو پیدا نکردم، یه رپر دیگه بهت میگم. اگه گفتی یه خورده میخوای راهنمایی کنی؟ خیلی ببین بخوام راهنمایی کنم، آندرگراند. بامداد که نیست، سفیرم نیست. بامدادو خیلی دوست دارم. بامداد باحاله، ولی بامداد نیست. عشقی ارشیا. آفرین ارشیا یه مدت قفلی من بود. آره یادم بابا، با هم تو معرفی بشن. همیشه با این خیلی حال میکنم که میریم تو ساوند کلاد، یه سری آهنگایی که شاید
خیلی یا 90% گوش نکردن، اونایی که حتی رپ بازن، هیپ هاپی هن، کلی آهنگای رپ و اینا گوش میدن، عشق پیدا نکردن ما پیدا کردیم. خیلی حال میده. یک لحظه ببخشید من وسط صحبتتون، من الان یه نفر یادم افتاد که الان واقعا خیلی دوستش دارم، خیلی دوستش دارم، میخوام یکی رو حذف کنم اونو بیارم. یعنی شادات بهش. آره والا. اینجا من میخوام با اجازه شما خواهش میکنم مرساد رو حذف کنم اوه و به جای این شخص هوداتکا رو بیارم. پشمام، قشنگ گفتی. هوداتکا قشنگ گفتی. به نظر من آرتیست ترین رپر الان رپ فارسی با اختلاف هوداتکا. یعنی هات که اول برنامه ازم پرسیدی من گفتم الان ویناکو میگم هودات. ببین توی یه هفته اخیر خب ویناکه، ولی کلا آره. ببین من به کی میگم آرتیست کلا تو رپرها، به کسی میگم که الان مثلا یه سری رپرها اکثرا مخصوصا جدیدا تو آلبوم مثلا آهنگشون میاد میترکونه، واقعا میترکونه، تو نان استاپ یه هفته اینو گوش میدی، ولی 3 هفته بعد، یه ماه بعد، 2 ماه بعد نمیتونی گوش بدی. خب نسل یکی‌ها اینجوری نیستن معمولا، آهنگای قدیمیشون رو میشه گوش داد، مثلا بازم کلان هنوزم واقعا میشه گوش داد خیلی آهنگا رو. آره، ولی هوداتکا بین نسل جدید واقعا اولین آهنگاش هم میشه تا الان گوش داد، یعنی تاریخ انقضا اونقدر نداره. کسی که این کارو بتونه کنه به نظرم آرتیست. قشنگ. آره. خدای خیلی نکته مهمی. آره. که تو یه آهنگی رو بتونی همیشه گوش کنی. ایول. پس هوداتکا رو اضافه کن. خواهش. خب بریم واسهتون. آره والا عشق گل اینجا کات بخوره، فکر کنیم که چجوری دیگه ببندیمش. راجع به رپرها صحبت کردیم، الان میخوام اینو یه جمع‌بندی بکنم. تو لیستتو کامل گفتی؟ من آره دیگه آخری شد چیز. الان اینو یه بار میگم. خب عشقی، پس رپرای من 5 تا واسه این قسمت شد پیشرو، این که همیشه یک میمونه. 100%. هیپ هاپولوژیست، آره والا، خلسه، ارشیا و فرزاد قدیمی. ببین 2 نفر رو معرفی کردم که برن ببینن دیگه، بچه‌ها برن عشق کنن. اونایی که رپ بازن، رپ آندرگراند، اجتماعی، زیرزمینی دوست دارن برن تو ساوند کلاد ارشیا از لیبل مرز و فرزاد قدیمی رو گوش کنید، عشق کنید. آره والا دیوونه بازی خیلی خوبه. عشق گل این برنامه راجع به لباست و برند نوتویر گفتیم. آره والا. راجع به کاریکاتور شخمی من گفتیم. خفن ترین کاریکاتور تاریخ. بزرگواری. خب اشاره به اسم برنامه کرد. آره. کونا رو هیچ، یعنی بوشونو قطع کردیم، کونه لبشون. خب دیگه باید چی کار کنیم؟ دیگه 5 تا رپر مورد علاقه همون هم گفتیم. دیگه باید سیکو بزنیم. پس عشقیگلای عزیز که بی سر و ته ترین پادکست دو عالمو دیدید، برید گم